إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون آیه 102 سوره یوسف. در آیات قبلی الله متعال مرحله آخری داستان یوسف علیه السلام که آمدن پدر و مادر و برادر است و برقراری پادشاهی و ملکیت یوسف علیه السلام در بالای سرزمین مصر است و شکرگزاری بزرگ یوسف علیه السلام در برابر نعمتایی که الله بالای یوسف علیه السلام کرده. درس عظیمی که در این آخر مرحله بود که یوسف علیه السلام شکایت نمیکنه از تکالیف و مصیبتایی که در زندگیش تیر شده، بلکه یادآوری از نعمتای الله و احسانات الله میکنه. چقدر درس عظیم است که انسان نعمتای الله را در نظر بگیره. یادآوری نعمتای الله انسان میکشانه به اینکه کامل اطاعت الله را بکنی و احسان الله را فراموش نکنی. یقینا خود عیار به بندگی الله بسازی. هر کس از تجربه زندگی خود درس میگیره. یوسف علیه السلام هم درس گرفته بود، به خاطر که تقوا و ایمان سبب احسانات الله متعال شده بود. اما آیا کفایت میکنه اگر در یک مرحله زندگی انسان خیلی شایسته باشه، اعمال نیک انجام میده، عقیده درست داشته باشه، یا نیکی ضرورت به چیز دیگری هست؟ بله، ضرورت به چیز دیگری هست. حالت فعلی که ما در پشت سر کتاب الله میشینیم، ترجمه قرآن و تفسیر میکنیم، بهترین حالت است. خب لحظه هاست، اما از الله متعال طلب دعا بکنیم که آینده و انجام ما به می حالت باشه. یوسف علیه السلام هم اینمی قسم دعا را کرده که آخر پیوست به صالحین شوه. تواضع و فروتنی یوسف علیه السلام میبینی که با وصفی که پیغمبر است، اما میگه که ما از جمله صالحین با صالحین پیوست شوم، دنبال روی صالحین باشم. از این معلوم میشه که انسان زمان راه درست میپیماید و زمان بندگی الله تحقق پیدا میکنه که خود بالا نتراشی. از او خاطر در اینجا الله متعال حالات یوسف علیه السلام بیان کرده. آیتا تقریبا آخری آیت هاست. آلی کل داستان یوسف علیه السلام جنبندی میشه. بزرگترین منفعتی که برای پیغمبر علیه السلام رسیده کدام است؟ تصدیق نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط بیان داستان یوسف علیه السلام. اگرچه این واقعه و حادثه در بین مردم کم و زیاد مشهور بوده، گفتگو می شده، اما او قصه هایی بود که هر کس از خیال و ضمیر خود چیزی را دو اضافه و چیزی را کم کرده بود. ریزکاریا یا جزیاتی واقعه را کلگی نمی دانستند. پیغمبری که سالا نه در پیش کسی شاگردی کرده و نه در کدام پوهنتون و مدرسه خوانده، نه خط نوشته میتونه و نه خط خوانده میتونه، چطور شده میتونه این داستان با تمام جزئیاتش بسیار موزون و متناسب، در حالی که تمام گوشه های واقعی زندگی یوسف علیه السلام آشکارا کرده باشه، از دهن مبارک پیغمبر علیه السلام جاری شوه بجز از وحی. معلوم شد که یکی از جمله دلایل نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان داستان یوسف علیه السلام است. اما تنها به یک اکتفا نمیشه که در داستان یوسف علیه السلام ثبوت نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه، بلکه پیغمبر علیه السلام حرص داره، بسیار حریص است که با آشکارا شدن بعض علامات نبوت مردم باید بپذیره سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم او کلگی ایمان بیاره. الله متعال میفرماید که پیغمبر به مردم بسیار نشانه های دیگری هم که اگر یا تأمل و تفکر بکنه در این کائنات هستی که الله متعال پیدا کرده، یا دقیق شون، نشانه های بزرگ قدرت الله را و توحید الله را مکمل مشاهده میکنه. اما این مردم آنقدر غافل و بیخبر از این نشانه ها تیر میشه تو گویی که این ارزش نداره، در حالی که در جهان هستی ادناترین و خردترین چیزی نیست که او بسیار فواید خیلی زیادی داره. در این زمان انکشاف علوم ساینسی و شما اتم که خیلی خردترین ذرات است،
میبینی که چقدر بزرگترین تخریبا را به بار آورده میتونه. انسان وقتی دقیق میشه در کائنات الله متعال، سیسته که عام مردم در این نکته ها پی نمیبره، اما میبینیم که بعد از تحقق و بعد از ارزیابی و بعد از مطالعه و تجربه، امی چیزای خرد ناچیز که در نظر مردم بسیار بی اهمیت است، روزی باشه که اهمیت پیدا کرده باشه. از امو خاطر است کائنات الله متعال پر از راز و مصلحت است. انسانی که یقینا متوجه به این نکته ها میشه، درک میکنه نشانهای قدرت الله را و توحید الله را. از یک برگ گرفته تا وجود انسان، زمان یک برگ در دست بگیری، شما ریشه ها و خطوط او برگ، پره هایی که در سر برگ نهاده شده توسط کدام ماشین قیچی شده و چه قسم پرک داده شده و چه قسم در آب و رنگ داخل شده، یقینا انسان بسیار عمیق می سازه، انسان متفکر می سازه که بله در هستی الله متعال بسیار نشانه ها برای راهیابی انسان است. اما انسان ها دو قسم است. یک انسان هایی هستند که کل امور عظام و بزرگ هم از سرش تیر میشه، اما او باز هم نعوذ بالله بنده شکم است، در غم خواب و خور است. اما بندگان دیگری پیدا میشه که هر لحظه عمر خدا و هر مخلوق خرد پروردگار درس عبرت برای خود قرار میده، در مقابل شکرگزاری الله متعال میکنه، پابند به بندگی الله میشه. داستان یوسف علیه السلام امید درس ها را برای ما و شما میده. ذالک من انباء الغیب، این داستان یوسف علیه السلام با تمام جزئیات و بیان واقعیت ها که در یک جا پیش مردم موجود نبود، کل جزئیات ای از خبرهای غیب بود. نوحیه الیک، یعنی هیچ اسباب ظاهری برای بیان کردن این جزئیات موجود نبود. حتی در کتاب تورات هم به می قسم بیان واقعیت ها داستان یوسف علیه السلام نبود، بلکه در اونجا هم دست یا مداخله شده، بسیار گپای غلط و نادرستی در داستان گنجانیده شده. الله متعال میگه که این خبر غیب بود، نوحی الیک، که ما وحی کردیم به سوی تو و برای تو دلیل ثبوت نبوتت شوه. و ما کنت لدیهم، در بین کل داستان کدام امر خیلی زیاد تعجب آور است. اینی امر خیلی تعجب آور است که برادرها جمع شده بودن، در مورد برادر مشوره میکردن که برادر چه قسم از نظر پدر خود گم کنیم. چقدر درس عجیب بوده پیغمبر که وقتی برادرای یوسف علیه السلام به خاطر حسد از اینکه قدر و قیمت به پدر نداشته باشه شورا میگیره و یوسف علیه السلام از نظر پدر گم میکنه. بله، مشرکین مکه و اقارب تو هم امو قدر حسد و کینه در قلب داشتن که شخصیت تو را در این مله یا در این منطقه قطعا دیده نمیتونستن. از امو خاطر بعد از مشوره در دار الندوه فیصله به این رسید که پیغمبر به دست جمعی کلی ما حمله میکنیم، از هر قبیله جوانا بیایه ای را قتل کنه نعوذ بالله، و بعد از او بنو هاشم از پیش ما دیگه چیز گرفته نمیتونه بغیر از دیت و ما از غم ازی آرام میشیم. اما یا یک کار میکنه الله دیگه کار میکنه. برادرای یوسف علیه السلام چی میکنه؟ الله چی میکنه؟ اینجا کفار قریش چی میکنه سری پیغمبر و الله چی میکنه؟ چه قسم نجات میده؟ با کدام سیستم؟ یقینا که داستان یوسف علیه السلام سرنوشت زندگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل از وقوع داستان بوده، قبل از وقوع امو زندگیش بوده. از او خاطر الله اینجا میگه و ما کنت لدیهم، تو نبودی پیش برادرای یوسف علیه السلام از اجمعوا امرهم، در آن وقتی که جمع کردن، یعنی عزم کردن کاری خدا، متفق شدن و هم یمکرون، یا سازش‌ها جور میکردن برای دور کردن یوسف علیه السلام. قومی تو هم همه قسم سازش‌ها در برابر جور کرده، اتفاق کردن، اما خبر نداره که الله چی کرده. چی درس عظیمی به همه مسلمان است که کار الله است، تدبیر الله تدبیر الله است. تدبیر مخلوق در نظر ظاهری به انسان معلوم میشه که البته این ثمره را به بار میاره، اما حقیقتا نمیدونه که چیزی را الله فیصله کرده و دیگرگون میشه تدبیر تو و تدبیر الله متعال غالب میشه. و ما اکثر الناس، نیست بسیاری مردم. پیغمبر علیه السلام تسلی برش میده. پیغمبر علیه السلام حرص زیاد داشت که اینطور واقعات و بیانات وقت ذکر میشه بعد مردم از این داستانا درس عبرت بگیره، زود ایمان بیاره. پیغمبر علیه السلام خسته میشه که این قدر داستانی واقعی بیان شه و باید بدانن. الله میگه نه این مردم آن قدر غافل است. بله، داستان خو خیلی جالب است، خیلی تاثیرناک است، اما جانب مقابل هم قابلیت کار داره.
ظرفیت پذیرش کار داره. اگر او جانب مقابل ظرفیت پذیرش نداشته باشه، قابلیت نداشته باشه، نشانه های خیلی بزرگ در دنیا وجود داره، اما مردم ها همونطور تیر میشه، از پیشش غافل است. و ما اکثر الناس نیست اکثر مردم ها ولو حرست، اگرچه تو زیاد حرص داری که یا ایمان بیاره، بمؤمنین مؤمن نیست. چرا ایمان نمیاره؟ دلایل برشان ارائه نشده، شده مکمل، اما طبیعت یا او اسبابی که الله برش داده از او استفاده درست نمیکنه، یا خود بندی خواهشات کرده. و ما تسألهم علیه من اجر، بله نه ایمانی از این خاطرام نیست که واره تنگ کرده ای، یک روز از پیشش الاسقاط میطلب، یک روز از پیشش ختم، یک روز قله و یک روز چیسته پیسی آذان و امامت. نه از این خاطر، یا نه ایمانشان به این خاطر نیست. چرا؟ تو هیچ چیزی را از پیششان طلب نکردی. و ما تسألهم علیه من اجر، تو سوال نکردی، درخواست نکردی از این مردم کدام پاداش در مقابل دعوتت که یا تنگ آمده باشه، گرنگ سرش تمام شده باشه و بگویه که دعوت تو را نمیپذیریم. ان هو الا ذکر للعالمین، کتاب تو، برنامه دعوت تو که قرآن کریم است، نیست مگر یادداشت است، نصیحت کامل است، للعالمین، برای کل مخلوقات، به همگی دعوت یکسان میده. هر انسانی که بخواه برش مکمل جوابش ده کتاب داده شده. اما یک کسی که حتی اراده نداره به شنیدنش، چه قسم دعوت بپذیره؟ در اینجا اشاره به ایسته که مشرکین مکه حالات زندگیشان با وصف که انقلابات عظیمی در این تاریخ رخ داده، در زندگیشان رخ داده، لایق ای بود که یک کمی به هوش می آمدن و دعوت پیغمبر الله اقل سنجش میکرد، ارزیابی میکرد که چقدر فایده داره، چقدر نقص داره. اما این مردم سرسری تیر شدن، امی قسم هیچ حتی توجه نکردن. یک حسد باعث شد و پیغمبر علیه السلام در جای نماند، هوب مثل برادر یوسف علیه السلام. از او خاطری مردمایی هستند که حتی هیچ بصیرتی نداره، بلکه همیشه روی تقلید کورکورانه رفته. و کاین من آیت فی السماوات والارض، بسیار از نشانه های بزرگ قدرت الله متعال است. فی السماوات، در آسمان ها، در فضا کیسه میکنی، خود آسمان یکی از جمله نشانه قدرت الله، مهتاب و آفتاب، سیاره، ستاره، قسم ابرها، کلی از یا. والارض، در زمین، یمرون، امین نشانه ها تیر میشه مردم سرش، میگذرن، علیها، بالای نشانه ها، و هم عنها موردون، لیکن مردم از زمین نشانه های قدرت الله، دلایل یکتاپرستی الله معرضون، اعراض کنان هستن، روی میگردانه، تأمل و تفکر دش نمیکنه. وگرنه برای راهیابی الله متعال بسیار اسباب و وسایل پیدا کرده. انسان وقتی دقیق میشه، در خردترین ذره که الله در جهان پیدا کرده، در او مشاهده میکنه که چقدر صنعت کاری الله متعال از روی علم و حکمت در او شده. انسان درک میکنه حقیقت. اما این مردمای خیلی ظاهربین و تقلید کورکورانه والا که همو آبا و اجدادشان چیزی کرده و نمی کار میکنه، ایمان نمیاره. و ما یؤمن اکثرهم، بله اگر ایمان بیاره، ایمان نمیاره اکثری از یا الا بالله، با الله متعال، با توحید الله، الا و هم مشرکون، مگر یا مشرک هستن، یعنی یا شرکم میکنه. اول ایمان نمیاره، اگر ایمان آورده باشه باز هم شرک امرایش موجود است. نه، از او خاطر معلوم شد که یا دعوی ایمان داره ما بازم شرک میکنه، در حالی که تأمل در مخلوق الله متعال انسان وادار به یکتاپرستی میکنه. چرا که همه چیزایی را که تو میبینی در جهان هستی خلق و پیدایش الله متعال است. نظم و انسجامی که در جهان هستی مشاهده میکنی، این اراده و تدبیر الله متعال است. کسی هم امرای الله در این گپا شریک نیست. بقا و انشا و تربیه و نموی تمام ذرات مخلوقات الله متعال فقط و فقط توسط الله صورت میگیره. پس وقتی کل امور الله میکنه، عبادت هم حق الله متعال است، اما یک تعداد مردم نمیپذیره، عقیده داره، به الله میگه ما ایمان داریم، اما بازم شرک میکنه. این آیت دلیل قوی است بالای از اینکه بسیار مؤمنا دعوی ایمان نداره اما مشرک هستند. و کدام است؟ مثل ریا، یک عمل به خاطر از اینکه خودنمایی میکنی، مردم ببینه، مردم مدح بکنه، که با تاسف امروز تمام اعمال ما از حج گرفته حتی نمازها را مردم به خاطر ریا میخوانند.
الله نگاه بکنه. همین قسم در اینجا بندها را بسته کردن در گردنا، القه ها را در گردن انداختن، تاویزا و تومارا و کنجتا را انداختن در گردنا، در دستا حلقه ها را انداختن. این همین قسم کلی گپا این کلش در شرک داخل است. از او خاطر ابن کثیر رحمه الله میگه که کلش در شرک داخل است. پیغمبر علیه السلام میگه این اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، بسیار خوفناکترین چیزی که من میترسم سر امت خود او شرک اصغر است. قال یا رسول الله و ما شرک الاصغر، شرک اصغر کیست؟ قال الریا. پیغمبر علیه السلام میگه ریاست، اعمالتان برای خودنمایی انجام میدی که مردم شما را ببینه، ستایشتان بکنه. امروز ببینید که مسلمانا این خود شرک اصغر اگر بگویم، لیکن مردم در شرک اکبر امیال مبتلا است. دعوای ایمان دارم، محبت پیامبر داره، اما هستن مشرک. نعوذ بالله. چرا علم غیب اولیاء قائل است، تصرف به پیرا قائل است، و همچنان نعوذ بالله چیست قیومیت و تدبیر عالم به استازه و پیرای خود میکنه. از این که در شرک بزرگ دیگه نیست. حاجتها و مشکلات خود همیشه از قبرها خواسته، از این که در شرک بزرگ دیگه نیست. پس چطور است که قرآن بیان میکنه که نیست زیادتر مردم مومن به الله مگر مشرک هستند؟ افامینو ان تاتیهم غاشیتون، آیا به امن هستند یا چه انتظاری داره؟ از این که در بعد قرآن کتاب الله که بهترین نصیحت، بزرگترین برنامه جامع هدایت که هر نوع مشکلات و حاجت از یا دری بیان شده، دیگه چی میخواهند؟ آیا کدام چی انتظار داره؟ دیگه انتظار باقی نمانده به جز از اینکه عذاب الله بیاد. افامینو، این مردم ها توسط داستانهای طور حالات نپذیرفتن دین الله را، پس انتظار چی را دارن؟ باز خود دیگه مجال باقی نمیمونه، عذاب الله میرسه. افامینو ان تاتیهم، یا به امن هستن که بیا برشان غاشیتون، عذابی که پوشاننده باشه، کل گیر فراگیر شوه، یک کسی از پیشش نجات پیدا نکنه. من عذاب الله، از عذاب الله. او تاتیهم الساعة، یا بیا برشان قیامت. دو قسم قیامت است، یکی عمومی قیامت که کلگی یک دفعه از بین میره، برآمدن مهتاب از جانب مغرب آخرین نشانه قیامت است و یک دم قیامت میشه. یک قیامت خصوصی است، ساعت خصوصی مرگ هر انسان است. هر انسان که در مرگ میآید این قیامتش است. بغتتا ناگهان، اردو ناگهان میآید. او قیامت بزرگ هم ناگهان میآید. قیامت خرد که خصوصی است برای هر کدام ما امیر رقم ناگهان میآید. و هم لا یشعرون، در حالی که یا احساس هم نداشته باشند که عذاب آمده نیست. مرگ هم همینطور است. بسیار آرزو بیگاه تصمیم گرفته، نقشه جور کرده که صبح اینطور میره، این کارا میکنه میره، اما خبر نداری که صبح از بستر بالا شده میتونی یا نمیتونی. قل هذه سبیلی ادعو الی الله. بسیار آیتی که یقینا درس میده. بگوی پیامبر علیه السلام به مشرکین برنامه تا اعلان کو، هیچگاه منهجی تا بالکل واضح در پیش مردم آشکارا بیان کو، پرده سری برنامه ننداز، از ابهامات کار نگی، مردم فریب ندی که اینی یک پرده را بندازی مقصد دیگه جای باشه و کار دیگه جای. اینطوری گپا را نکن، بله علامه و نشانه رهبری راستین و رهبری ورزیده امیست. رهبری ورزیده گوی هم فریبکاری یاد نداره، دغلکاری یاد نداره، چون برنامهش حق است، واضح در هر جای آشکارا بدون ترس انجام میده. یکی از جمله نشانه های دعوتگر حق همیست. حق و باطل، باطل همیشه برنامه خود پنهان میکنه، نمیخواه که هر کس را مشاهده بکنه، اما کسی که حق باشه برنامهش برملاست. و گاهی هم اینطور نکنه که چیسته آب در تی پلال تیر کنه، نه نه نه، خلاص واضح به مردم واضح شود. دوستا میگه مولوی صاحب این جامعه تقلیدی است ولی نمیپذیره، شما زیاد اینطور آشکارا گپا میزنی. کی چی بکنیم؟ آشکارا گپا نزنیم. همین جامعه تقلیدی الحمدلله بابا چیسته هزارها مردم دعوت حق پذیرفته، پابند کتاب الله و سنت رسول الله شده و همه برنامه واضح است. یک طرف یک گپا میزنی و جهت کار دیگه طرف سبا روز افراد خودت تو را میگه که تو منافق هستی و مردم چی وانمود میکنی، کدام چهره را نشان میدی، اما عمل در کجاست؟ از همون خاطر حقانیت یک مسلکی نمیسته که برنامه هویداست. شما این را یاد داشته باشه، فرق بکنه.
ما این بیان خود هر جای میکنیم، در هر جایی که ببرید، در لاسپیکرها نشر میکنیم. همون مردمایی که داد از این میزنه که طریقه ما حق است، منهج ما حق است، اما چرا برملا نمیتونه؟ یک مجلس برملا بگیرن نه که مردم مشاهده کنه، که خیزک و توپک از یار مردم ببینه که دین است، یا نه که نعوذ بالله رشخندی یا دیوانگی. کلش مردم بازم که ما تو نفهمیم حق و باطله، باز دیگه